تخیلی و حقیقی را نفهمیدین. شما با نام افغانستان آمدین پناهنده فرانسه شدین، در اونجا کار شاید بکنین یا از دولت به این نام پول گرفتین، پس یک اسم حقیقی و به رسمیت شناخته شده است. تخیلی به اسم میگن که وجود نداره، اما ما با خیالاتش زندگی میکنیم. پس وقتی که خودت در فرانسه با اسم افغانستان آمدی پناهندگی دادی، در اینجا پول دریافت کردی، کار میکنی، به معنای ازی که در سازمان ملل متحد افغانستان به اسم افغانستان ثبت است، شهروندانش مشخص است و خراسان وجود نداره. خراسان فقط یک چیزی است که در ذهن ما باقی مانده و طرز تفکر داریم که این اسم معامله شده و به زور بالای ما تعمیل شده و هنوز هم خود متعلق به خراسان میدانیم، به معنای ازی که یک چیزی از در ذهن و خیال و یک آرزوی ما است که ای کاش این اتفاق نمی افتاد. اما این اتفاق وقتی که افتاده و در سایه عمل پیاده شده، من شما را اجازه صحبت میتونم، باز شما هم بشنوین. و وقتی که امروز ما میگیم افغانستان در سازمان ملل متحد، در جامعه جهانی به این اسم به رسمیت شناخته شده، دیگه خیالی در کار نیست، بلکه یک حرف حقیقت است. و خراسان یک اسمی است که شهروندان افغانستان کاملا او را فراموش کرده و یک تعداد بسیار محدود از شهروندان افغانستان که شاید قابل شمارش باشد تعدادشان، به اون اسم هنوزم عقیده‌مند و باورمند هستند. پس این یک حقیقت نیست، این یک خیالی و یک چیزی است که ای کاش این اسم خراسان باشه. اگر حقیقت می بود امروز با این اسم خودت درخواست پناهندگی میدادی و با این حقیقت زندگی. من یک سوال از شما میکنم، اجازه است؟ بفرمایید. آیا زمانی که این نام انگلیسا و روس تزار و فرانسه یا کمپانی بریتانیا در او عصر زمان گذاشت، امان الله خان ای را به رای آرای مردم گذاشت، این اسم قومی را، این نامی که از طرف انگلیس انتخاب شد، اگر گذاشت کدام اسناد کدام مدرک دارین رو کنین به مردم ما، شما یک کار بکنین، بپذیرن گپ شما. شما یک کار بکنین، یک کمپاین سراسری را برا بیاندازین، ما همین کارا میکنین. اجازه بدین شهروندان افغانستان متقاعد بسازین که 40 میلیون نفوس افغانستان نظر یک چند صد نفر معدودی که شما هستین ام نظر شما شود، شما اسم افغانستان را تغییر بدین خراسان، جامعه جهانی اسم افغانستان ثبت ملل متحد بسازه. این نام فعلا حذف شده، امروز به نام امارت اسلامی است. نماینده هم در سازمان ملل نداره، این نام قومی حذف شده. امروز صوبه پنجم امارات اسلامی افغانستان یک گروهی است که نه کسی اونا را به رسمیت شناخته، نه کسی اونا را قبول داره. تمام شد دیگه، تمام شد. از چیزی به نام افغانستان نه قانون اساسی داره امروز، نه سفارت داره. اجازه بدید چرا نداره؟ نه سفارت داره، چرا نداره؟ نه قانون اساسی داره، نه دولت داره. یک ملا ایبو داره. ملا ایبو هم تا بالی کسی ندیدیش. لعنت در سر امو گروه. چرا میگین افغانستان سفارت نداره؟ نداره، پرچم نداره، سفارت نداره. میالی بیار فرانسه مردم تذکره یا شناسنامه لازم داره یا پاسپورت لازم داره. بیار بتینی کی میته توضیح میکنه؟ نداره، چیزی وجود نداره. در همون آلمان نداره، دمی دنمارک نداره، مثلا هلند نداره. چرا معلومات اشتباهی ارائه میکنی؟ در برلین سفارت افغانستان نیست برادر. هیچ چیزی وقتی یک دولت یک کشوری که نداشته باشه، رسمیت نداشته باشه، به رسمیت نشناسن، سفارتش از کجا میشه؟ شما خودتون قناعت میتین؟ میخواین مردم میخواین با چشم مردم خاک بزنین؟ پس وقتی که با گپای اویی که نمیشه چیزی جور برادر. یک سوال دیگه از شما دارم. آیا وقتی که افغانستان از دید شما وجود نداره و فکر میکنین سفارت نداره، در حالی که داره، بیرق سیاه سرخ سبز در بالای سفارتخانه ها هنوز هم بر افراشته شدگی است، آیا ما اگر از دید شما وجودم نداره، آیا ما نامی که تا سال 2021 رسمیت داشت او را بپذیریم یا نام خراسانی که اصلا دیگه در اذهان نسل امروز باقی نمانده؟ در 100 سال میشه از این مسئله در اذهان مردم یک نام جعلی چطور باقی نمیمونه؟ این فرهنگ یک سوال حقیقی استان کنم، یک سوال حقیقی استان بکنم بدون تعصب جواب میده. نموندی که من همین سوال اولی جواب دیگه سوال یک سوال حقیقی، یک سوال از شما میکنم بدون تعصب جواب بدین. از 40 میلیون نفر به نظر شما چقدر از اینا نام خراسان میپذیره؟
ببین من این سوال شما را بسیار واضح جواب میگم. مردم ما در شرایط جنگ بودن. مردم از اهداف شوم خلیلزاد و کرزی و غنی و اواریونش که بودن تا 20 سال قبل کسی چیزی را نمیفهمید. مردم که وقتی خارج آمد، امروز مردم ما از این مسئله مطلع شد، چون این مسئله را از دانشگاه های ما، از مکاتب شما در خارج به این نتیجه گرفته بود. بله، ما این را به این مسئله پی بردیم که این سرزمین نامش جعل است، تاریخش جعل است، هویتش جعل است، تمام چیزش. بله، اونجا دانشگاه را برای مردم از مسائل کل پت خزانه را به مردم ارائه کردن. کل شاهای دزد افغان مثلا قهرمان سازی کردن. چند ساله هستین؟ من 47 هستم. شما 37 ساله بودین فرانسه آمدین؟ بله. چند سال میشه که از داستان خراسان واقف شدین؟ من حقیقتا تقریبا 5 سال میشه که از این مسئله مطلع شدم، ولی قبل از این هم میفهمیدم و روی از این مسائل کار میکردیم. اگر ما مثلا 6 سال پیش یا 5 سال پیش با 10 نفر بودیم یا 20 نفر بودیم، اما امروز تعداد شنونده های ما و تعداد طرفدارای ما و روین ما از 1 میلیون 2 میلیون بیشتر شدن. در کجا هستین 2 میلیون نفر؟ چه در داخل کشور چه در خارج کشور. از کجا دارین این آماره؟ این آمار ما به شما یک بسیار واضح، هم به هواداران شما، هم به ایره در فضای مجازی که هست، شما هم در گوگل میتونی سرچ بکنی، هم در فیسبوک میتونی سرچ بکنی، هم در نوشته کن خراسانیان نوشته کن برای میای همون پروفایل